شما آموزگار هستین؟ بله. چند سال شد؟ زیاد از 30 سال. آفرین. خب تولد چند هستی؟ سال 1963. خیلی جوان هستی، لیکن موی سرت بر وقت ریخته است. جناب عالی کدام فن دست میدی؟ زبان و ادبیات تو. زده حسن آفرین. زندگی بعضا وای میکند. فرزندو هستند؟ بله شکر. 3 فرزند. خواندین؟ وای کردین؟ بله همه صاحب معلومات عالی. بله بسیار است. آموزگاری بسیار کسبه پر افتخار، یکی از کسبه های بی‌نهایت مشکل و سنگین است که نه هر یک است را میسر میگردد که آموزگار شود. نه هر یک است. من خوب میدانم، من 9 تا فرزند دارم. تربیت کردن فرزند چی است؟ چگونه مشکل است؟ و بعد به قدر زحمتی آموزگار میرسیم. ما مردا در عائله اکثر مرد پدر مادر را کمتر مهربانتر، مردها کمتر با دغلتر برای تربیت فرزندان میگویم. مخصوصا برای آموزگار چگونه موی سر میریزند، موی سر سفید میشود و تیز پیر میشوند. برای نگاه نخندیتان بینین همین خانه اگر 4 تا فرزند داشته باشه، برای خواندن و نوشتن یک تاش به یاد بیارین چقدر زحمت کشیده باشه، چگونه عصباتون را خراب کرده است. لیکن همون ما و شما نکردیم. آموزگار خواندن و نوشتن یاد داده است. در یک صنف اگر 22 نفر باشد، اگر یک گروه تا 30 نفر میشن بعض حالت ها، حساب کنید آموزگار در چقدر مشکلی است، چقدر سخت و سنگین است. هر یک کودکتی، هر یک نورسکتی خواندن، نوشتن، آداب، اخلاق نه پدر و مادر وای میکنن. حالا که یک شبانه روز 24 ساعت است، 4 ساعت در مکتب باشد، 20 ساعت در نزد پدر و مادر. ما آموزگاران یک تا معلمه داشتیم. چه میگفتیم؟ معلمه گفتن بعد یاد گرفتیم که معلمه میشده است. چه میگفتیم؟ ما اصلا کوشش کرده ایستانه که آموزگارا را زحمتشان قدر کرده، آیسته آیسته معاشو با اقتصادیات نگاه کرده پای کرده ایستادیم. اصلا به شما سلام و درود پر از مهر محبت مادرانه کل مادران شغنان زمین را نثارتان نموده قدم‌های فرخنده پی شما را به شغنان باستانی به این قصر باشکوه خیر مقدم میگوییم. پیشوای محظم ملت، از روزهای اول سروریتان به قدرت و استعداد مادر تاجک باوری داشتید، قدر نمودید، مقام زن را در جامعه تاجکستان رسما قانونی گرداندید. این تحفه بی‌بهای شما برای ما مادران و زنان تاجک هدیه بی‌بها فردا در سرخط کتاب استقلالیت با خط زرعلین نوشته خواهد شد. برای ما با شما می‌فخریم و سیاست خردمندانه شما را در تمام جبهه‌های حیات جمعیتی و سیاسی، فرهنگی و مدنی و معنوی کشورمان پیگیری می‌نماییم. در دنیا اگر مادر نمیشید انسان بود، چی میشه دنیا؟ عزیزتر از مادر دیگه هست؟ و بینید شاید جای این سخن نباشه، لیکن من با یاد شما برسانم. بسیاری ما فراموش میکنیم. هر وقتی مادر هست میگیم که مادر ما هست، تمام تا ابد هست بالای سر مادر. وقتی میگذره افسوس میکنیم که من این خدمتش نکردم، این گپش نگرفتم، این کار نکردم. اون دیر میشود دیگه، هیچی وای سود ندارد. الان خیلی انسان طبیعت ما هم خیلی است. در زندگی به قدر مادر پدر نمیرسیم. حج کجا میرویم؟ حج کجا میرویم؟ کعبه در خانه. عزت احترام پدر و مادر رو میکنی؟ داینه که پدر و مادر رو میگیری؟ حجت قبول. این شریعتی است. و بینید
انسان اولی کلمه‌ای که یاد میگیرد کودک چی است؟ مادر. اوچه جان ها؟ اوچه مادر. و پیش از نفسی واپسین آخران چی میگوید؟ مادر. اوچه اوچه جان میگوید. یک جامون در کند اوچه جان میگوید. همین خیلی است؟ سرمان در میکنه دیگر میکنه حالا که شوهر داری پسر داری دختر داری لیکن اوچه میگوید. 100 در رفته باشی اوچه میگوید. چون مادر به دنیا حسرت کرده است. فراموش نمیکنی. اون سخنانی که به هر یک فرزند این اهمیتی دارد. اولیدار هستیم، فرزند داریم، نبیره داریم، ابیره داریم. لیکن بس این سال نگاه نکرده کدامی که مادر داریم وقتی نزد مادر میروی آن سخنان مهربانانه که مادر میگوید یگان کسی آنان حیاتشان گفته نمیتونه به زبانشان نمیگه. آن مهربانی که مادر نسبت به فرزند میگوید همین است. کسی که اگر ذره قطره شیری سفیدی پاک مادر اگر چشیده باشد به قدر زحمت‌های شبانه روزی مادر میرسد. چی خدمت نکنه مادر ده؟ 1001 از سر طلا ریزیم فقط همین یک شبانه روز زحمتی در سر گهواره کشیده مادر برابر نمیشه. اوچه جان میگه یک جامون در کند اوچه جان میگه همین خیلی است؟ سرمان در میکنه دیگر میکنه حالا که شوهر داری پسر داری دختر داری لیکن اوچه میگوید. 100 در رفته باشی اوچه میگوید. چون مادر به دنیا حسرت کرده است. فراموش نمیکنی. اون سخنانی که به هر یک فرزند این اهمیتی دارد. اولیدار هستیم، فرزند داریم، نبیره داریم، ابیره داریم. لیکن بس این سال نگاه نکرده کدامی که مادر داریم وقتی نزد مادر میروی آن سخنان مهربانانه که مادر میگوید یگان کسی آنان حیاتشان گفته نمیتونه به زبانشان نمیگه. آن مهربانی که مادر نسبت به فرزند میگوید همین است. کسی که اگر ذره قطره شیری سفیدی پاک مادر اگر چشیده باشد به قدر زحمت‌های شبانه روزی مادر میرسد. چی خدمت نکنه مادر ده؟ 1001 از سر طلا ریزیم فقط همین یک شبانه روز زحمتی در سر گهواره کشیده مادر برابر نمیشه. کانالی ما در سامانه یوتیوب هم نوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.